خب بینندگان عزیز، این حال ما در شهر گلستان قرار داریم، در خانه علمی برادر از این دادرک از این امید جان. با دستگیری به واسطه شرکت خیریه سبا این چنین برادران مهاجری تاجیک زبانی که در روسیه کار میکنند و اون نفرانی که در تمام روی دنیا من جمله امریکا و اروپا هستند، یک عائله امروز سرابان پیدا کرد، یک عائله صاحب مکانی منزل زیست شد. و همه آنهایی که با کمک شما ما صاحب خانه شدیم، خداوند خیرتان قبول کنه، نگهبانتان خدا باشه. مهاجرانی که در فدراسیون روسیه کار میکنید، خدا خیرتان قبول کنه که ما را در این سردی زمستان صاحب خانه گرم کردید. تنتان صحت باشد و کارتان خداوند برکت دهد. من از نام امید جان معیوبم، از نام دو دخترچه‌ام به شما رحمت خود را میرسانم. خداوند خیرتان قبول کنه. افندی یک برادرش میبینه، بعد خودش خیلی صحبت میکنه، میگه که افندی چه خیلی کارات سوزا من طرفتین. افندی میگه میشه گشت میده میگه چیکار میکنی، با چیکار مشغول همی، یگانجا کار بود رو کار کم کم قصال تو بیکار میگردی. که افندی من میگه طریق قبل از که افندی کار میکنه، که من میگه ها بچه خودت در کجا کار میکنی، یگانجا نخونده، یگان متخصص نیستی، در کجا کار میکنی. میگه می که افندی در کمپانی آیفون کار میکنه، کمپانی آیفون دا. بعد جوراش میگم کمپانی آیفون بزرگه که تمام دنیا الان مقصد میگیریم که همون کمپانی آیفون تمام صوت تلفناش استفاده میبرن، همون کمپانی دا. میگه اوه الان کمپانی آیفون دا کار میکنیم. بعد جوراش میگه مردا که افندی خدید یگان کار کسب نداره، یگان متخصص نیستی، در اون کمپانی آیفون چیکار میکنی؟ میگه هیچی نه، همین سوای پشتای آیفون میگذارم.